سلام بچه ها، روزتون بخیر. اصول تغذیه گاو شیری و ارتباط با تولید شیر. هدف اصلی تغذیه گاو شیری: افزایش تولید شیر، حفظ سلامت شکمبه، بهبود باروری و کاهش بیماری‌ها. خوراک گاو شیری معمولاً از 3 بخش اصلی تشکیل می شود: علوفه، فیبر، کنسانتره، انرژی و پروتئین، مکمل‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌ها. نقش یونجه در جیره گاو شیری. یونجه یکی از بهترین علوفه‌ها برای گاو شیری است. مزایای یونجه: فیبر مؤثر بالا، جلوگیری از اسیدوز شکمبه، پروتئین مناسب 18 تا 22%، افزایش تولید شیر، کلسیم بالا، مهم برای تولید شیر و سلامت استخوان، افزایش چربی شیر، بهبود نشخوار و سلامت شکمبه. نکات مهم مصرف یونجه: مصرف بیش از حد، افزایش نیتروژن خون و کاهش باروری. یونجه خیلی نرم یا پودری، کاهش نشخوار. بهترین حالت: یونجه با ساقه متوسط و برگ سالم. مقدار پیشنهادی یونجه: گاو شیریده پرتولید 6 تا 8 کیلوگرم ماده خشک در روز. تلیسه و گاو خشک کمتر و کنترل شده. کنسانتره و منابع انرژی: برای تولید شیر بالا انرژی کافی ضروری است. منابع رایج: ذرت دانه یا آسیاب شده، جو، سبوس گندم، تفاله چغندر، مولس در حد محدود. کمبود انرژی: کاهش شیر و لاغری، انرژی بیش از حد، اسیدوز و لنگش. مکمل‌های ضروری در جیره گاو شیری: الف، مکمل‌های معدنی، کلسیم و فسفر، تولید شیر و سلامت استخوان. منیزیم، جلوگیری از تب شیر. نمک، سدیم، افزایش مصرف خوراک. روی، مس، سلنیوم، ایمنی، سم، باروری. ب، مکمل‌های ویتامینی: ویتامین آ، ایمنی و تولید مس. ویتامین د، جذب کلسیم. ویتامین ای و سلنیوم، جلوگیری از ورمپستان. جیم، مکمل‌های خاص: بافرها، بیکربنات سدیم، جلوگیری از اسیدوز. مخمر زنده، بهبود هضم و افزایش شیر. چربی محافظت شده، افزایش انرژی بدون آسیب به شکمبه. نمونه جیره ساده گاو شیری. مثال: برای گاو با تولید حدود 30 کیلو شیر، یونجه 7 کیلو، سیلاژ ذرت 20 کیلو، کنسانتره 8 تا 10 کیلو، مکمل معدنی ویتامینی طبق توصیه کارخانه، نمک آزاد یا 100 گرم در روز. تأثیر تغذیه درست بر سوددهی: هر 1 کیلو افزایش شیر، افزایش مستقیم سود، کاهش بیماری‌ها، کاهش هزینه درمان، افزایش طول عمر گاو، کاهش هزینه جایگزینی. اگر دوست داری میتونم جیره دقیق بر اساس میزان شیر و وزن گاو تنظیم کنم.